سلام به دوستان گرامی. تازه وارد یوتیوب شدم، اومدم که چیت و پنل هدشات و فری فایر مجتمع رو براتون معرفی کنم. فعالیت ها از همین امروز شروع میشه. هر روز هفته یه بار ویدیو داریم و الان میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری فری فایر مجتمع رو دانلود کنید. بچه‌ها نیازی نیست 400 مگابایت بدید یا اینکه فری فایر مکستون رو حذف کنید برین داخل یک کانال تلگرام دیگه نصب کنید. همون فری فایر مکسی که داخل گوشیتون نصبه رو میان وارد کانال تلگرام میشید. یه فایل است فقط کمتر از 1 مگابایت ها، وارد زد آرشیور میشید. قسمت فایلی که براتون گذاشتم و کپیش میکنید. بعد اینکه کپی کردین رو گزینه بالا که نوشته فری فایر مود یا فایلکو هرچی که نوشته رو میزنید حافظه تلفن، میاین پایین اندروید، نه اشتباه زدم، میزنید رو اندروید، میزنید رو دیتا، بعد میاین پایین com.dls فری فایر مکس رو پیدا میکنید، میزنید روش فایلز و همینجا رو گزینه کپی پایین میزنید، پایین گوشه کناره روش بزنید پیست میشه. بچه ها نگاه کنید، من چون که از قبل یه بار آوردمش باید بزنم جایگزین، ولی شما میتونید با فقط زدن رو اون گزینه پایین بذاریدش. الان من میزنم لغو چون که از قبل گذاشتمش. بعد میام این برنامه رو میبندم و وارد فری فایر مکس هم میشم وقتی این فایل رو داخلش جاگذاری کردم. حالا با یه ارور مواجه میشید بچه ها. یه ارور میده که آیدی شما همراه با یک سایت میده که شما آیدی خودتون رو باید کپی کنید، بعد داخل سایت پیستش کنید یا همون کپیشو کردید بذاریدش و خب میبینید که بعد اینکه این کارا رو کردید فری فایرتون میاد بالا، ولی نمیتونید پلی بدین. پلی هم که بدید میتونید پلی بدین، نه که نمیتونید. پلی وقتی میدید با یه ارور مواجه میشید. حالا یه لحظه صبر کنید، ارور رو بهتون میگم. الان ما 2 دقیقه صبر میکنیم تا فری فایر بیاد بالا. میبینید این ارور رو میده. دیدید بچه ها چه اروری داد؟ شما از این ارور یه عکس از صفحه میگیرید، وارد این قسمت گوگل کروم یا گوگل عادیتون میشید. وقتی وارد این قسمت شدید میاین و اون اسکرین شات یا عکس از صفحه‌ای که گرفتید رو این شکلی اول از همه شما میزنید رو این کپی کردن. بعد که زدید رو کپی کردن این سایت پایینش که آبی رنگه رو میزنید یه بار روش و وارد این سایت میشید. این سایت باعث میشه که فری فایر شما مد شده بشه. حالا ما صبر میکنیم تا سایت بیاد بالا و توضیحات بیشتر رو بهتون بدیم. راستی پسورد شماره 1 هم 5 هستش، 2 رقم پسورد. صبر میکنیم تا بیاد. خب الان که اومد شما گزینه 1 و 2 دارید. اولی که شبیه حیوانه، دومی آدمکه. رو دومی میزنید، برگشت میزنید چون این تبلیغ بود. باز کردن مجدد میزنم رو یه کات ریز میزنم که شما انقدر صبر نکنید. خیلی خوب بچه ها، ما بعد از 2 ساعت تلاش تونستیم فری فایرمون رو مد کنیم. بعد که فری فایر مد شده شد، یعنی 4 تا مرحله رو انجام دادید، یک گزینه گوشه داریم، گوشه کنار بالا. خب این گزینه 4 تا پنجره است، روش میزنیم. نه این تبلیغه. صبر میکنیم دوباره صفحه ریفرش شد. بچه این گزینه رو که بزنید الان تبلیغ باز آورد، ما اعصابمون از تبلیغ خورد میشه و نمیتونیم هم کارش کنیم چون که نمیتونیم نه پول بدیم نه اینکه چیز دیگه. باید تبلیغات رو تحمل کنیم دیگه. چه خبر بچه؟
خیلی خوب، ما الان باید وارد این 4 تا پنجره بالا بشیم که تلاش زیاد میخواد. گوشه کنار بالاست بچه، دقت کنید. اینا من روش هم نگه میدارم، الان نمیشه چون که الان بزنم روش تبلیغ میاد بفرما و خب دیگه مشکلات خودشو داره، یکم تلاش کنید میاد. الان فری فایر مود شده ولی نمیتونید آدمی بکشید، یعنی هر چقدر به اون آدم تیر هدشات هم بزنید نمیمیره. باید یک گزینه رو اینجا غیر فعال کنید. الان بهتون نشون میدم. اگر تبلیغ ما رو ول کنه که ول نمیکنه و باید کلی صبر کنیم. این سایت از میگه اونا، چون که میخواد که شما تبلیغات بیشتری ببینید، ولی شما باید تلاشتون رو بکنید دیگه. زود باید تبلیغات ببرید که اونا رو نده. بفرما. باز اونا رو گفت؟ نه نگفت. عالیه، همین که اونا رو نگفت زیادی خوبه. بفرما. باز اونا رو گفت. بچه تا جایی که میتونید تلاش کنید تا اون پنجره بالا رو بزنید، چون پنجره بالا برای پلی دادنتون است و برای 50 دقیقه 48 دقیقه اینا بهتون فرصت مد بودن بازی رو میده. الان من یه بار دیگه میزنم، یه بار دیگه هم میزنم و نیومد باز فکر کنم. خب باید مثل که اینجا هم یک کات ریز بزنم دوباره که اینم بیارم. وقتی اینا آوردم بهتون نشون میدم. بچه خیلی معذرت میخوام نتونستم کات کنم، ولی الان راهنماییتون میکنم. بالا گزینه 4 پنجره رو که زدید، اگر هم زدید وارد نشدید روش نگه دارید. اگر تبلیغات رد کرده باشید روش نگه دارید، بزنید باز کردن در پنجره جدید. اگر هم کل صفحه آبی شد یعنی تبلیغه. اگر آبی نشده و فقط رو پنجره آبی شد یعنی میتونید بزنید باز کردن در پنجره جدید. بعد که زدید باز کردن در پنجره جدید، میرید گزینه صدام گرفت، میزنید رو گزینه با گوگل اکانتتون وارد میشید، ربات نیستم و تایید میکنید و بعدش هم یه پیام آیدیتون هم میزنید. آیدیتون یه پیام روی فری فایرتون میاد، رو فری فایر مکس. تو قسمت نامه ها باید وارد فری فایر شین. قسمت نامه ها، نامه اولین نامه، اون بقیه‌اش جایزه است. جایزه ها رو میتونید بعداً بگیرید. اولین نامه رو یه گزینه قرمز داره، سبز. رو سبزی که زدید صبر میکنید تا بیاد و تیک تایید بهتون میده. تیک تایید که داد وارد سایت میشید. اگر نرفته باشه، اگر هم رفته باشه فدای سرتون. دوباره وارد شید، دوباره رو گزینه 4 پنجره بزنید و خب با همون گوگل وارد شید. اگر هم گوگل هنوز هستش که نیازی نیست دوباره وارد شید، همون گوگل اکانتی که زده بودید. بعدش اون تاییدی که در فری فایر اومده بود، چون که تاییدش کردید، میگه درست شما خودتونید و الان راحت میتونید برین و کیفشو ببرید. میتونید همون بالا گزینه سمت راست بالا گوشه کنار گزینه سیو مود هستش. اگه انگلیسی بلد باشید، نه بلدم باشید، بالا گوشه یک گزینه است که فعال، غیر فعالش کنید تا بتونید پلی بدین و آدم بکشین. میتونید اسمتون عوض کنید، تعداد جماتون، لولتون و اینجور چیزا رو میتونید عوض کنید. خیلی معذرت میخوام که نتونستم پیشتون باشم. پسورد شماره 2 هم 6 هستش. تمام شد و رفت. نوکر همگی هستم. خدا نگهدار.